میگویند رشک نمک محبت است. از معیار زیاد که شد طعم محبت شور میگردد و اگر نباشد بی نمک. خوب، اکنون سر مقصد می آییم. درود بیننده عزیز، پورسуков است در موضوع رشک منظوری شما و این موضوع بحث طلب است. زیرا در این مسئله فکری همه گوناگون است. چون رشک احساس است و به واسطه بر روان تاثیر دارد، ما اول به روانشناس مراجعت کردیم. درباره رشک چنین گفتند: از نقطه نظر روانی انسان گوییم، رشک قلبی که در همه انسان ها دیده می شود. قریب، یعنی اون موجودات زنده از اون جمله انسانیتی که تولد می گردد از روی تولد کردن وقتی در نتیجه فعالیت و کمرود می شود، با عقل می شود، با فرهنگ می شود، در وای علاقه اویسیاس رشک پیدا شدن می گیرد. در اون کرده گوییم انسانی نیست که در وای رشک وجود داشته نباشد. لیکن رشک از نقطه نظری هم اگر گوییم فلسفی و دینی گوییم یا که روانی گوییم، رشک در انسان خوب است. اگر در انسان با رشک نباشد، با حیات زندگی هر کس با دیگرگون است. از اون جمله مثال ما وقت بعضا وقت با این یا کاری اویلوی یا که دیگر کارها رشک میکنیم، این از نقطه نظر دیگر نقطه نظر مثبت کاری همون انسان میگرده. وقتی که بین اویلا بین دو شخص رشک پیدا میشود، چندین کارهای نامطلوبی که در بین اینها بود، اینا از بین دور شده میره با واسطه رشک. فهمو، بودن رشک تا چه اندازه محبت را مستحکم میکند؟ البته انسانی که پیش از همه دارای محبت است، در واقع حتما رشک دیده میشود و این رشک میتواند که محبت انسان را در علاوه گوییم اگر 70% این با محبت به مستحکم شوی اویلا این برده میرساند. ولی درباره بدرشکی چی میگویید؟ اون شخصانی که بدرشکی رو پیشه کار خود میکنند، به فکر من همچون شهروند همچون روانشناس این خطا است. وقتی انسان در خود در اویله خود در زندگی خود بدرشکی رو وای جاری میکند و هم با تفکری وای هم با تفکر ذهنی وای هم با احساسی وای هم با خاطر و دقت وای تاثیر منفی میرساند که آینده اون کس رو برده و بیماری‌ها برده میرساند. فهمو، تشکر برای پاسخ. اکنون باشد نظرسنجی را شروع میکنه. به من جوابی دقیق لازم. به فکر شما بین زن و شوهر باید رشک باشد؟ می توانید این کار را کنید یا نه؟ های البته زندگی بی رشک نمی شود. رشک آه کنش. بخشی. ایستو، تو نمی توانی همین خیل بیروی. لیکن تو توانستی. باشه با خوبتر آید. بله باید باشد رشک. وقتی که رشک نیست و زندگی چی معنا دارد؟ نباشد. باید که نباشد در زندگی رشک. باید باشد البته. باید باشد. می باشد. رشک نمیدونم سواری فلسفی با فکرم رشک نه باید حرمت و عزت و عشق باید باشد. رشک هر خیلی یک گروهی هست و یکی میگن رشک باید باشد این نمونه عشق است. اکنون رشک با رشک با گفتی روسو رevnost روز رشک مثلا سلامتی باشد اگر خیلی اکستریمال باشد نه. با فکر من نه باید زن و شوهر با یک دیگه‌اش باور کند و مقصد رشک نباشد. من اولیدار نیستم. خیر تو آخیر میفهمی کو این لحظه تغییریابی است. من همش را میفهمانم. مثلا منتالیتت ما در مردمی و البته تاثیر از دوست داری میشه. وقتی که سخت دوست داشتن وقتی کم کم رشد شود. یکی در مردمی دیگر مردما مثلا بعضی چیزایی که حالت کاری میشه دیده میشه اینهای وای نمیکنن. مثلا مردمی ایجادکار در اروپا دیگه زنها آزادانه میشینن صحبت میکنن. اما مردم ما بی خیلی نیست. مثلا اگر صحبت کنن در اویا رشک میبرن که او با کی با چی از کجا تا کجا همه خیلی رفته میشه. شوخی میکنید؟ نه دام باشد نکی هست. البته ها من مقابل نیستم. بین زن و شوهر باشد تا حد امکان به فکر من. خیر باید مردم رشک باشد زدن کم شد. بله. نه به فکرم کمتر باشد نه. باشد. البته. باشد. البته. بله با فکر من باید کمی رشک باشد. بله باید باشد. البته. با فکرم هست. البته باید باشد. Если только в меру.
نباید باشد ولی می شود در طبیعت انسانی هست. انسان باید بسیار مطالعه داشته باشد، تربیت دیده باشد تا بتواند که همین احساسات منفی را نظارت کند. اگر احساسات منفی را ما نتوانیم نظارت کنیم، اینا باعث بدبختی انسان و خانواده می شود. همین است. از یک علم پسیکولوژی است. و فکر شما بین زن و شوهر باید رشک باشد؟ البته. تشکر. دیدیم که فیصد زیادی مردم بودن رشک را خوبتر می‌حسابند. سوال دادیم که برای چی؟ شاید زندگی رو شیرین کنه. بین زن شوهر مقصد رشک باشه که در بعد شخص بگونه سلام علیک چیش من باشه در کمتر. مردی که رشک نداشته باشد در زندگی یگان دل گرمی نداره. رشک این چیکار کرده فهمونم. رشک که زندگی شیرین نمیداره، رشک نباشد نمیشه داخل حیات. باید رشک باشد. رشک باشد این نمونه محبت. اگر عاشق شده باشد возможно что ревновать میکنه رشک میشه. رشک از عشق از محبت است. رد نمی کنم. البته مردی زنی خودش رو دوست می‌داشته باید به زنی خودش رشک داشته باشه. این برای مرد پیش از همه از حساب دوست داشتنی زن و شوهر باشه. نمیدونم برای کی это показывает любовь. برشک نمیشه واقعا پجوری. مثال رشک چقدر بگم وقتی که مهر و محبت هست رشک باید باشه. برای که مردک همش رشک داره خیلی. برای چی که باید هم خیلی باشد و خیلی زن و شوهر باید یکیش خیلی رشک کنن. اگر با خیلی پلوی باشه ابزاتی نه دی رشک نمیشه. خیلی به رشک به وای زندگی شیرین نمیشه. بعض زنها اگر رشک نکنی ممکن که رفتارشون عالی شود، دیگر شود و اگر از طرف مرد رشک باشد ممکن بسیارتر زنها به خود اهمیت دهند و به هر گناه کارها دست نزنند. هوا برای شیرین کردن حیات. چون که زندگی به رشک نمیشه. وقتی که رشک باشد در زندگی خوب میگذره. به رشک حیات وجود نداره. اگر دوست داشته باشی زنته باید رشک کنی. رشکی تازه از تحت دل. تو اتلا برین куштани нею будет рашку. Во-первых, это приятно, когда тебя ревнуют. Но вақте ки рашки беҳуда мешад, ба фикрам ки это уже зарар мебарад, чем фоидааш. аз дӯстдори якдигар зиндагӣ берашк намешавад. мисол шавҳар ҳамсарро бисёр дӯст медорад, ҳамсар шавҳарашро бисёр дӯст медорад. бисёр ҳолатҳое мешавад ки ба якдигар рашк мекунанд. зиндагӣ бо рашкаш зебост. شما زنده دل هم هستید. فهمو رحمت. ولی فیصد زیادی مردم باور دارند که نبودن رشک خوبتر است و یا نشان ندادن آن اولاتر. برای چی؟ اگر ما رشک کنیم باید که همین ما شوهر به نشان ندهیم که ما رشک کرده شدیم، چون که همین ما باید خودمون به خاطر زندگی، به خاطر گویم که فرزندا و آینده زندگی زن و شوهری باید که نباشد همین چیز. نمیدونم شاید در زندگی آنها به یکدیگر رشک میکنند ممکن زندگیشان ویران شود. براستی و رشک باشد زندگی آنها خوب نمیگذارد و بین آنها جنگ و جنجال زیاد میشود. از این رو باید آنها رشک نکنند به دیگر. اگر باشه زندگی ویران میشود. از حد گذرد هم این از قاعده زندگی میبراید، یعنی زن که بسیار اگر رشک کرد میتواند این به عائله ویران کنی آورده رساند. اگر دیگر ناز بی باید کلا نکنی احترام کنی زن. اون مردی که به قد زن نمیرسه و جوان مرد نیست. اگر رشک باشد به فکرم زن و شوهر شدن هم لازم نیست. یک لحظه. اگر اینا چارچوب منطق بیرون شوند، اینا برای همه خانواده، اهل خانواده، امنیت خانواده، آسودگی خانواده خطر ایجاد میکنند. برای فرزندان خطر ایجاد میکنند. من فهمیدم. فهمو اکنون باشد سوالی خیلی جالب داریم. شما بد رشک یا کم رشک؟
من کم رشک. کلی ولادونستی میشه کمتر چیکار نمیتونه. چی گفتنت رو نمیدونی؟ بعد رشک البته وقتی رشک میکنم رنگی که آبی جوش از سرم میریزه. من کم رشک. نه رشک ندارم. خیر رشک داره میخوام. نه من با رشک نه. نه. بد رشک. здоровый رشک. ما اکو خیلی کم رشک. مجبور شدم ساخته کاری کنم. من؟ نه اینو نه. کم رشک. البته بگو. مرد به رشک نمیشه. با فکر من در معیار است. بهترین خصلت من؟ من رشک ندارم. نه من بد رشک نیستم. من کم رشک. با فکر من بد رشک. بسیار افسوس. اکو ما اکو خیلی وقت خیلی پای نشدم آقا جان که اکو سیمان دا آقا خوارنده رشک دارم. من بد رشک. همه رشک داره. کدام زن هسته که به رشک باشه؟ آنقدر اهمیت ندادم. یکم وقت چیز نکردم خیلی اهمیت ندادم برای خورده این بیسو خیلی. بد رشک؟ نه بد رشک. من بد رشک. Думаю, вообще берашка. من رشک خود رو تحت نظارت میگیرم. شما باشد جوانمرد حقیقی این را کم میبینید. خصلت بهترین من این است. عقل قوی با عقل با فراست و با اعتدال. من میانه نمیگم رشک ندارم دارم اونقدر زیاد نیست. می‌نداریم از آن که در پرسکوف اشتراک کردید و به سوالهایمان پاسخ گفتید. موافق نظرسنجی معلوم گردید که همگی 68% مردم بودن رشک را در بین زن و شوهر اولاتر می‌دانند. همگی 22% باشد طرفداری نبودن رشک. خیر موردیم. این بود پرسکوف در موضوع رشک. سلامت باشید دوستان. خیر.